بنابراین زکات رو در وقتش از آن خلاص خوردن لازم است، دادن داملا ادا کردن شخصی است. فاسق مثلا بعداً مسلمان شد، یعنی بعداً یعنی که در تجربه مسلمان شد، مؤمن شد، در گذشته داشت مثلا این گونه کمبودی ها. خب وای چگونه باید اصلاح شود؟ چگونه باید اصلاح کند؟ اگر مسلمانی فاسق باشد، مسلمان بود و زکات نمیداد، عرق می نوشید مثلا، این آدم مسلمان بود لیکن گناههای کبیره را اجرا میکرد، از جمله زکات هم نمیداد، این هر سالی که زکات بر ذمه‌اش فرض بود و نمیداد، اون قرض است در ذمه‌اش و میدهد. لیکن اگر تا همین روز کافر بود، غیر از اینکه زکات نمیداد، با دیگر عملهای کفر داشت، مثلا به الله تعالی ایمان نآورد، یا به جنت ایمان نداشت، یا به دوزخ ایمان نداشت، یا به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان نداشت، از مسلمانی مثلا زبانی من مسلمان میگفتو لیکن بعضی رکنهای اسلام انکار میکرد، مثلا اگر کافر باشد ولی اسلام یجب ما قبل، روزی که کلمه گردانید تمام گناهاش بخشیده میشد. یعنی زکات از لحظه ایمان آوردنش به بعد میدهد. اگر مسلمان باشد تا آن روزی که توبه کرد، مسلمان باشد، قضایی قرضهای زکاتش را میدهد، سالهای پیش را میدهد، حساب میکند میدهد.